سرخط خبرها. رونمایی از تکنولوژی پیشرفته در حاشیه مسابقات یورو. تجهیز ورزشگاه‌های آلمان به آسفالت جذب کننده رطوبت. و واردات رأی از خارج. سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری انتخابات در خارج از کشور خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان تلویزیون فارسی DBC. با یک بخش خبری دیگر زنده از لندن همراه شما هستیم. در ادامه تنش میان گروه مسلح موسوم به حزب الله لبنان و اسرائیل، این گروه ویدیوی خصوصی از مناطقی در اسرائیل را منتشر کرد که به گفته کارشناسان نقض حریم خصوصی اسرائیل به حساب می آید. سید حسن نصرالله رهبر این گروه بدون انجام عذرخواهی بابت این اقدام به گفته منتقدین غیر قانونی و غیر اخلاقی صراحتاً انجام آن توسط نیروهای حزب الله را تایید کرده است. در گفتگو با نفیسه کوهنورد، خبرنگار ارشد DBC در خاورمیانه، به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. نفیسه، از جزئیات اعتراف رهبر حزب الله لبنان بگو. او به ویدیویی اشاره کرد که ویدیوی 9 دقیقه‌ای اشاره کرد که دیروز منتشر کردن که نشون میده حزب الله تونسته مناطقی از اسرائیل رو فیلم برداری بکنه. نفیسه، به نظر میرسه 9 دقیقه خیلی زمان زیادی نیست و نمیشه با این میزان ویدیو مناطق استراتژیک اسرائیل رو شناسایی کرد، درسته؟ این تنها تکه‌ای از اون ساعت‌ها تصویری هست که از مناطق حساس دیگه حزب الله تونسته فیلم برداری بکنه. خب بر فرض اینکه فیلم برداری طولانی مدتی انجام شده باشه، اما این به معنی قدرت پهپادی حزب الله و ضعف پدافندی اسرائیل به حساب نمیاد دیگه، درسته؟ چون ممکنه با ریز پرنده های نهایت 10-20 سانتی متری فیلم برداری شده باشه. با پهپاد معروف به هدهد، احتمالاً مهاجر 4، ساخت ایران، یک طول 1 متری داره، عرض 2.5 متری داره. نفیسه، با توجه به ابعاد پهپاد این احتمال تقویت میشه که این فیلم رو در همون مناطق مرزی گرفتن و پهپاد حزب الله نهایتاً 1-2 متر اینور مرز اومده، درسته؟ این تونسته تا 27 کیلومتر داخل خاک اسرائیل بره و فیلم برداری بکنه و برگرده و ظاهراً 2 بار یا 3 بار این کار انجام شده. نفیسه، ظاهراً شما کمی خسته هستی و به سوالات با دقت کافی جواب نمیدی. اینکه با وجود حضور سامانه پرقدرتی همچون گنبد آهنین این پهپاد تونسته وارد اسرائیل بشه، این نکته رو به ما منتقل میکنه که ظاهراً این پهپاد عملیات رو در مناطقی که تحت پوشش گنبد آهنین نیست یا مناطقی که تحت پوشش گنبد آهنین مناطق محروم هست انجام داده، درسته؟ لطفاً با دقت به این سوال جواب بده. با عبور از 4 گنبد آهنین، پایانه گنبد آهنین رد شده و به حیفا رسیده و نه تنها ضبط کرده که برگشته به خانه و این سوال رو ایجاد کرده که چطور اصلا تونسته این مدت در آسمان اسرائیل باشه. نفیس، صداتو نداریم متاسفانه و مجبوریم این ارتباط رو پایان بدیم. در گفتگو با کامران بلند پرواز، متخصص هوا و فضا از حومه لندن، به بررسی بیشتر موضوع فیلم برداری پهپادهای جاسوسی حزب الله از مناطقی در اسرائیل میپردازیم. بله، اتفاقا خوب زمانی هم تماس گرفتیم. بنده پیش پای شما یه بسته محتوایی رو مصرف کردم و الان کاملا آماده ارائه تحلیل‌های مخصوص عرصه هوافضا هستم. آقای بلند پرواز، با توجه به تخصصی که شما در زمینه هوا و فضا دارید، به نظرتون اتفاق جدیدی که حزب الله رقم زده به معنی یک پیروزی برای این گروه نظامی به حساب میاد؟ هوافضا، مخصوصا فضا، حرمت داره نه لذت. این عرصه کم چیزی نیست که هر بی تجربه‌ای بخواد بهش وارد بشه. من خودم با سابقه بیش از 27 سال که 3 سالش تفننی بوده و 24 سالش حرفه‌ای، میگم این که یه پرنده‌ای بفرستی هوا و 4 تا فیلم بگیره اسمش قدرت نظامی در عرصه هوایی به حساب نمیاد. تازه فیلماش هم مشکل قاب‌بندی داشت و نقطه طلایی خوبی هم انتخاب نشده بود. آقای بلند پرواز، اسرائیل چند تا از قدرتمندترین سامانه‌های پدافندی دنیا از جمله سامانه پیکان،
گنبد آهنین و فلاخن داوود رو در اختیار داره. اینکه این پهپادها تونستن از محدوده عملکردی این سامانها عبور کنن و اقدام به تصویر برداری کنن باز هم نشونه قدرت نمایی حزب الله نیست؟ شما فکر کردین اینکه این پهپادها تونستن وارد آسمون اسرائیل بشن به خاطر کیفیت و قدرت رادار گریزی پهپادهای لبنانی هستش؟ پهپادهایی که ایران ساخته؟ آیا عامل دیگه‌ای در این اتفاق تاثیر داره؟ بله، شل کردن سامانه گنبد آهنین. این حرف رو یه متخصص هوافضا داره به شما میگه. قطعا اسرائیل شل کرده که این پهپاد تونسته بره فیلم بگیره، وگرنه گنبد آهنین پشه رو هوا نصف میکنه. چطوری یه پهپاد 2-3 متری رو ندیده؟ به نظر شما اسرائیل با چه انگیزه‌ای شل کرده؟ اقدام به مماشات با این پهپاد کرده؟ چند احتمال وجود داره. اول این که خواستن ببینن پهپادی که اومده فیلم برداری کرده به کجا برمیگرده، که خب الان دستاورد بزرگی رو به دست آوردن و فهمیدن پهپاد متعلق به لبنان بوده. دلیل دیگه هم میتونه اقتصادی باشه. آفیش یه عکاس با تجهیزات فیلم برداری هوایی خیلی گرون در میاد. اسرائیل شل کرده تا پهپاد لبنانی بیاد و به صورت رایگان کلی فیلم با کیفیت از مناطق مهم ضبط کنه و بعد از انتشارش اونا با هزینه خیلی کم دانلودش کنن. از این زاویه نگاه کنین این یه پیروزی برای اسرائیل حساب میشه. ممنونیم از تحلیل شما آقای بلندپرواز و مروری داریم بر چند خبر کوتاه. آتش سوزی در نزدیکی پایگاه ارتش اسرائیل. کارشناسان احتمال تیر غیب بودن را رد نکردند. و اقدام خطرناک یمن از موشک هایپرسونیک رونمایی کرد. با توجه به اینکه موشک هایپرسونیک خطرناک است، انتظار می‌رود با این اقدام یمن برخورد شود. رسانه‌های طرفدار حکومت در ایران از اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر 7 سال در این کشور خبر می‌دهند. طرحی اجرایی شده از سوی دولت 13 که به گفته کارشناسان می‌تواند عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد. همکارم فرنوش امین شاهی گزارش می‌دهد. چیزی به پایان دولت 13 در ایران نمانده. اما شاید بعضی از تصمیمات آن سالها زندگی مردم ایران را تحت شعاع قرار بدهد. تلویزیون حکومتی این کشور اخیراً گزارشی پخش کرده از اقدامات دولت 13 در حوزه سلامت. در بخشی از این گزارش به درمان رایگان کودکان زیر 7 سال اشاره شده است. 8 میلیون کودک زیر 7 سال هم زیر چتر درمان رایگان رفتند. رایگان بوده. خب ما اومدیم اینجا، اتفاقا امروز اومدیم، امروز هم رایگان بودش. رایگان بود. بیمتون چیه؟ روستاییه. تصمیمی که شاید در ظاهر مثبت به نظر برسد. اما اگر نگاهی به عواقب خطرناک این طرح بیاندازید، احتمالاً نظرتان عوض می شود. تحقیقات نشون میده بعد از لولو و آقا گرگه آمپول سومین چیز ترسناک برای بچه هاست و خیلی هاشون شبا کابوس آمپول رو میبینن. تو کشورهایی که از این طرح خبری نیست، پدر و مادرهایی که پول کافی ندارن نمیتونن بچهشون رو به دکتر ببرن و این یعنی راحتی از شر آمپول. اما رایگان شدن درمان برای بچه ها در ایران یعنی بالا رفتن احتمال تزریق آمپول. این کار به بچه ها ضربه روحی و فیزیکی میزنه، ضربه‌ای که ریشه مشکلاتش در بزرگسالی خواهد بود. مدیونی مردم به حکومت از دیگر تبعات اجرایی شدن این طرح است. این پدر از عمل 300 میلیون تومانی قلب دخترش میگه که حالا رایگان شده. خدا رو شکر قبل اینکه مثلا ببرم برای اتاق عمل اینا همه مشاوره میدن، اینم گفتن که زیر 7 سال رایگان. پدری که هزینه 300 میلیونی عمل دخترش رایگان شده نمکگیر خواهد شد و احتمالاً سالها مجبور است در انتخابات حکومتی شرکت کند. این همان چیزی است که حکومت می‌خواهد. این پدر هم قرار بود ماشینش رو برای روند درمان فرزندش بفروشه، اما نیاز نشده. این ماشین در مدارکش آوردم، گفتم حالا اگه مرکز بیمارستان حکیم مورد تایید خودمون نبود ماشین رو میفروشم، هزینه میبریم بیمارستان خصوصی. بعد اومدیم اینجا، محیط اینجا رو دیدیم، خدا رو شکر
از خصوصی خیلی خیلی کیفیتش بهتره. این پدر هم فرصت این را داشت که با فروش ماشینش و تأمین هزینه عمل پسرش به قهرمان زندگی او تبدیل شود. اما خودشیرینی دولت و رایگان کردن هزینه ها همه چیز را خراب کرد. شاید با هدف اینکه به جای پدر دولت در ذهن بچه یک قهرمان باشد. جلوگیری از فروش این ماشین البته به بازار ملتهب خودرو در ایران هم آسیب میزند. یعنی طرح درمان رایگان علاوه بر اینکه فرصت قهرمان شدن را از یک پدر گرفته، باعث کم شدن عرضه خودرو شده. یک مشتری که میتوانست با بزخری این خودرو از پدر مجبور سود خوبی به جیب بزند را هم از یک معامله شیرین محروم کرده. هر ماشینی که خرید و فروش میشه چند نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اون معامله سود میکنن. من بنگاهدار از پورسانت معامله، شاگردم از پول چایی، کارشناس تشخیص رنگ و بقیه افراد. طرح درمان رایگان یعنی آجر کردن نون چند نفر. حالا نگاه دقیق‌تر به عواقب اجرایی شدن این طرح نشان می‌دهد برخلاف تلاش تلویزیون برای نشان دادن آن به عنوان یک حرکت مفید، با طرح پراشکالی مواجه هستیم. فرنوش امینشاهی، DBC فارسی. ممنونیم از همراهی شما با این بخش خبری از تلویزیون فارسی DBC.